واقعا خیلی سرش حرص خوردم وقتی که دیدمش. یه اولیاء اومده بود. من دانشجو سال سوم فرهنگیان بارانا هستم. ادمین یه پیج 170 کاری هستم که موضوع پیج ما تخصصمون روی کلاس دومه. منم توی بخش دایرکتشم، یعنی کلا با اولیا سر و کار دارم. و اینم بگم که سعی میکنم هفته 2-3 بار باشگاهمو حتما برم. کتابمو هر روز میخونم. در حال حاضرم دارم مثنوی معنوی جلد 5 رو میخونم که خیلی دوست دارم نظر تو هم در مورد مولانا بدونم. حالا قصدم چیه؟ قصدم اینه نکاتی که خودم توی مدرسه توی کارورزی میبینم از دانش آموزا یا توی دایرکت اولیا بهم میگن و با شما در مورد بذارم. حالا یه موردی که من واقعا خیلی سرش حرص خوردم وقتی که دیدمش، یه اولیاء اومده بود و دایرکت داده بود که معلم پسر من خیلی درس میده، نمیدونم چی کارش کنم، نظر شما چیه؟ و اولین چیزی که میخوام بگم اینه که همه شما ببینید، همه شمایی که دارید اینو میبینید، اگه به جای اینکه کنار معلم بچه‌تون یا اصلا اگه دانش آموز هستی کنار معلم خودت باشی، روبروی اون قرار گرفتی، اولین کسی که ضربه میبینه خودتی که باید رو هستن. حالا چرا؟ چون که معلم هر جا هم باشه خیر و صلاح دانش آموزش رو میخواد. البته که اکثریت معلم ها اینجوری هن. دیگه من خودم هم دارم معلم میشم، معلمای خیلی زیادی اطرافم دیدم و همه اونایی که من دیدم اینجوری بوده. استثنا هم همیشه وجود داره. آره، مثال نقص همیشه هست. خلاصه که خیر و صلاح دانش آموزش رو میخواد و اونو دوست داره. معلم بچه‌تون بچه شما رو دوست داره. بگم توی پرانتز برای دانش آموزام یه وقت دیگه کامل یه ویدیو میگیرم. فعلا نوبت بزرگتر است، یعنی مامان. پس تا اینجا گفتیم که معلم پسر شما یا دختر شما بچه‌تون رو دوست داره و شما اگه با معلم همکاری کنید هم برای بچه‌تون بهتره، هم خودتون و هم برای معلم. اگه میبینید معلم کم یا زیاد درس میده، باور کنید سطح کلاسش اینجوریه و اگه کلاس ضعیف باشه معلم کم درس میده، اگه قوی باشه طبیعتا سرعت تدریس میره بالاتر. و اگه اشتباهی هم از معلم سر بزنه، بپذیرید که به عنوان یه انسان طبیعی اشتباه کنه. شما خودتون اشتباه نمی‌کنید؟ چرا؟ من خودم هم اشتباه میکنم، همه آدم‌ها اشتباه میکنن و این چیز کاملا طبیعیه. این اصلا چیز عجیبی نیست. حالا اگه هر سوالی، مشکلی توی این مورد دارید، کامنتا برام بنویسید، میخونم و همشون جواب میدم. راستی سابسکرایب یادت نره.